دوستان امروز کلاس فناوری ارتباطات و اطلاعات داریم. کی میدونه ارتباطات یعنی چی؟ بستگی داره به آدمش. یکی با چند نفر با یه نفر. این گزینه مخصوص گرومپه تعمیر هاست. دهنده به من مردی که بی بند و بار. منظور من ارتباطات دیجیتاله. چشای داداش باید بلد باشی. بلد نبودی نشانو نصب کن. یعنی چی؟ یعنی اینکه یه نفر رو تو اینستاگرام هندل کنی، یه نفر رو تلگرام، یه نفر رو واتساپ، اینجوری دیگه لو نمیری. دهنده به من گوش تلخ. حامد تبریزی بگو ببینم کیس چیه؟ اجازه به دختر خانومی که برای ازدواج کنار گذاشتیش میگن کیس. خفه شو. خانوما چیزی باید ویروسا کشت؟ آقا بابی محلی. خانوما از شما بعیده.